بریم برای درست کردن فسنجون به روش من. گردو رو دوبار چرخ کردم و پشت سرش یه پیاز چرخ کردم که اون گردوهای داخل چرخ گوشتم با پیاز خارج بشه. بعد این دوتا رو با یه ذره روغن و زردچوبه تفت دادم. آب ریختم و گذاشتم روی شعله کم که آروم آروم بجوشه. بعد تو این حین اومدم یه چند تا پیاز رو دوباره چرخ کردم و آبش رو با دستمال گرفتم که قلقلی داخل فسنجون رو درست کنم. ادویه‌ای که زدم زردچوبه، نمک و سماق بود. من تقریبا به هر چیزی که چرخ کرده داشته یعنی با چرخ کرده درست بشه سماق میزنم. قلقلی‌ها رو درست کردم تو تابه با در بسته گذاشتم هم بپزن هم سرخ شن. سس یا چاشنی فسنجون من 2 تا قاشق کوچیک شکر، یه دونه تا 2 تا لیمو، بعد 2 تا قاشق کوچولو دوباره رب گوجه فرنگی و 2 تا قاشق سرپر بزرگ رب انار اضافه کردم. اینا رو به فسنجون اضافه کردم و 20 دقیقه قبل از سرو غذایی یا تموم شدن پخت قلقلی‌ها رو اضافه کردم. اگه دوست دارین رنگش قرمز نشه رب گوجه رو اضافه نکنین.